گفته که صادرات تاجیکستان زیاد شد 5%. یکی از روی اموری که ما داریم اساسا از حساب همین متال‌های قیمت‌بها زیاد شد. بعد در بانک ملی تایید کردن که ما طلای زیاد فروختیم. طلا نگاه داشتن یک دولتی به مسابقه یک پسندازش هست که برای روز مبادا ما در سال ماضی آوردیم متال‌های قیمت‌بها فروختیم. ولی تا کجا در همین ذخیره‌های ما در سایه صنعت عموما استحصالاتی که می‌شود تا کجا می‌تواند که ما 4-5 سال نگاه دارد از آن چی داریم. دویم سوال در مورد شرکت‌های خارجی است که در تاجیکستان کار می‌کنند، بخصوص یک شرکت‌های چینی که در سایه صنعت کویی کار می‌کنند. از روی اطلاعی که خب از می‌رسد حتی بعضی شرکت‌ها در قلمرو خود در حدودهای خود با قانون‌های دولت خود زندگی می‌کنند. ما اصلا نمی‌فهمیم که شرکت‌های خارجی با چی کار مشغولند. یکم فعالیت به حسابات هیچ وجود ندارند. ولی دولت تاجیکستان یا خلق تاجیکستان که خب اونا همکارش هستند یا خود ثروت‌های ما کار می‌کنند. برای واسه بگذار پولی که دادن هر چی نباشد. ما حق داریم که دونیم اونا چی کار می‌کنند و تا کجا با قانون‌های ما کار می‌کنند. تشکر. خودی هم عموما اگر روز سوال جواب ما با طریق امپریکی جواب بدیم خیلی مهم است که تحلیلی درست‌تر هم گیریم. تاجیکستان یک عضوی دولت یگانه اتحاد شوروی بود و اقتصاد تاجیکستان وابسته به طلبات‌هایی که معین می‌کرد از مرکز وابسته به او تنظیم می‌گشت و معین می‌شد که با کدام راه ما برویم. بعدی فوت اتحاد شوروی ما صاحب دولت شدیم و خوشبختانه البته که آدمی که نوخانه است که باید راه‌های معینی رو راه رود کمبودیا باشند و دیگر امروز اصلا گیریم حتی فروش اون متال قیمت‌بهای که شما گفته که بانکی ملی گفتن این کاری صاحب ملکی ما است که ما این کار را میکنیم و در حالتی که ما این گفتیم مجرد کارخانه کیلوبراری در تاجیکستان فعالیت دارند و دو تا کارخانه نو فعالیت میکنند چرا که ما قسمی او را نفروشیم که میگیم یکم پرابلم نیست. ما باید پیش رویم وقتی نریم و شما میگید که اگر که ما در یک جا نگاه داریم این نشانه با دیگر وضعیت است. در وضعیت‌های معین حاضر بسیار دولت‌ها مثلا خود روسیه به حد زیاد طلا فروختن برای چی؟ بار اول در بازار جهانی طلا نرخ خیلی بالا شد. چرا که ما نفروشیم؟ چون که فرق دو پایان را و ضرر ما میشه. یعنی نبض اقتصاد جهانی را ما باید دانیم. من فکر میکنم یکم پرابلم نیست اگر در حالت باشه و رشد ساحه صنعت جمهوری تاجیکستان در دوره پاندمی این نشانه است که ما راه درست رفته ایستادیم. یعنی اگر که ما امروز بین سودای خارجی و داخلی خودمون موازنه رو پیدا کردیم و 5% مثبت رفتیم من فکر میکنم ما هم باید یکدیگر رو تبریک کنیم مثلا. مثلا یک چیز روشنی همین 900 میلیونی که هست 1 میلیارد 400 میلیون ما صادرات داریم. خب رکورد در دوره استقلال بسیار خوب. از همین 500 میلیونش دیگر محصولات میشه. میبینی پخته کم شده است، آلومینی کم شده است دیگر. همین 900 میلیون متال قیمت‌بها فقط طلا یا اون چیز دیگر هم هست این باید هستن که موضوع مخصوصی هستن که قانون جمهوری تاجیکستان درباره سری دولتی ما نمیتونیم با شما اطلاع بدیم. لیکن من عادی اگر فلسفه‌اش بگویم شما اینا هیچ وقت با طریق منفی بهاداری نکنید چون که در حقیقت امروز بار اول 5% سودای گرونای تاجیکستان مثبت است. نه ما شما باید دیگر تبریک بگوییم. از کجا شد این دیگر مسئله است. مهم که راه رفته ایستاده است. مثلا دیدن همون نبض آدم 180 با 20 میگن این درست 120 با 80 یک چیزی معمولی است. از این که 120 با 80 یکش بالا رفت یکش پایین رفت این ناراسته است. نه که کدامش که تندنسی درست تمایل نو پیدا شده درست رفته است آدم شفا می‌یابد. من فکر می‌کنم یک در دوره پاندمی نشون داد بهترین همین است. ما باید از این یک بار ما باید فخر کنیم. اویدی خودی شرکت‌های خارجی عموما یگان دولت دنیا به اینوستیسیون خارجی رشد نیافته است و ما هم از ما باید که میگم ادب رو از کیان مختی از بی‌ادبان ما باید از اونها دور نباشیم. من فکر میکنم که خودی سازمان دادن شرایط مفید برای اینوستورهای خارجی این یکی از قدم‌های مهم باشد. از دویم جهتش که اونها باید طبق قانون‌گذاری جمهوری تاجیکستان کار کنند، اونها باید شهروندان تاجیکستان را هیچ وقت
با طریق بعد نسبتشون فعالیت نکنند این وظیفه ما همچون وزارت و دیگر ساختارهای دفترهای جمهوری است. عموما اولی شفافیت این شرکت ها کارخانه ها بسیار بحث و گفتگو بسیار بود. ما حاضر در همجوری با موافقت با حکومت جمهوری ترکستان با هر یک شرکت هایی که اینوستورهای خارجی هستند گفتگو کرده ایستادیم. ما طلب کردیم که اونها باید به استانداردهای بین‌الخلیجی حسابداری گذارند و شفافیت پورا تامین نمایند. یک تا هست تشبث اوید به inisiativa po prozračnosti národnú sieťu. 52 davlat jahon هست ما حاضر وارد همین تشبث گرشه ایستادیم. یکی از اونها از اون جمله این اما مسئولیتی کارپوراتیوی سوسیالی است که اونها همه وقت باید کوشش کنند که کارمندان این کارخانه ها باید که طلبات های قانونگذاری جاری دولتی که اونها هستند باید جوابگو باشند. دیدید که در خود بعضی کارخانه‌ای که با اینوستیسیون چینی بودن پرابلم‌های معین داشتن با این نگاه نکرده حاضر حتی اونها چینی‌ها ما با اونها خوردیم اونها حاضر به خلاصی آمدن که مثلا در شرکت تلقگل برنامه دارن که 98% کارمندان محلی باشند. در شرکت زرافشان تقریبا 97-98% کارمندان محلی ما هستند. در شرکت زرنیستان اونجا همگی 70% بود و ما با در موافقه با اون شرکت‌های چینی که از سبب افزایش نیافتن استحصالات مثلا شرکت زرنیستان همین بود که کارمندان چینی 1000 نفر نتونستن آمدن. باز ما با اون خلاصه آمدیم که در یک جایی تعلیم این کارمندان محلی را تشکیل میکنیم که همین ریسکی که اونها دارن و این وضعیت امروزه با وجود آمد که نشاندادهای استحصالشون پایان رفت همین ما باید که مینیمالی نماییم. یعنی در برای شما معلوم است برای البته ما هم ساختارش اگر که ما وارد تشبث شفافیت در ساختار کوهی شهری این تشبث خیلی بزرگ است. 52 دولت دنیایی که در خود ساحه کارکرد کوهی کار میکنند اگر ما باید وارد شویم همه این سوال همش جواب خودش پیدا میکنند. یعنی اون شرکت ها وظیفه دار میشن که موظف شوند که همین کار همین نشاندادهای همون تشبث را اجرا کنند.